همه بدبختی مردم برای این است که از هر کسی میترسند جز خدا. امروز چرا ظلم را تحمل میکنند و برای تغییر آن اقدام جدی نمیکنند؟ برای اینکه از ظالم میترسند به جای اینکه از خدا بترسند. امروز چرا علما روزه سکوت گرفتند و به هیچ یک از کارهای بد حکومت اعتراض نمیکنند؟ برای اینکه میترسند اگر حرفی بزنند اعتبارشان را از دست بدهند یا به زحمت بیفتند، به جای اینکه از حساب و عقاب خدا بترسند. پس همه بدبختی برمیگردد به اینکه ترس از خدا و اهتمام به آخرت نیست. اگر مردم از خدا بترسند و نگران آخرتشان باشند، اینطور تن به ظلم نمیدهند برای حفظ شغل خود یا آرامش خود. اگر علما از خدا بترسند و نگران آخرتشان باشند، اینطور تن به ذلت نمیدهند برای حفظ موقعیت خود یا امکانات خود، بلکه همگی تکلیف خود را انجام میدهند برای اصلاح جامعه و از بین بردن ظلم، اگرچه آنها را به سختی و خطر بیاندازد.